در این مجسمه زیبا ما یک پسربچه خردسالی را می‌بینیم که با توجه و نصیحت و صحبت با پدر نگاه می‌کند. از این بعد شهرداری دوشنبه هم تصمیم گرفته است که چنین مجسمه‌های تربیوی و محتوای تربیوی داشته را در باغ‌های فرهنگی و فراغتی گذارد. چیزها هم تربیوی هم برای نسل نورسی ما این چیزها بسیار ضرور است. باید که باشد در پارک.